قلعه بلجوان. اینجا آخر عصر 19 و اول عصر 20 بیکیگری بلجوان یک حدود معموری امارت بخارا بود. این قلعه زمان شوروی خراب شده بود. آن را دوباره بازسازی کردند و سال 2025 از سوی پرزیدنت افتتاح شد. بازسازی آن سال 2019 آغاز شده بود. از این هفته همونش جلو سلطانی و 6 میلیون زیرترش باشد از حسابی بودجه محلی. این بینای تاریخی با کمک کندکاران و هنرمندان از سوخت و ازبکستان بازسازی شده است. مقامات در بلجوان گفتند که قلعه با طرح قلعه قدیمی ساخته شده است. قلعه که شورشگران در 140 سال پیش با رهبری واسع به آن حمله کرده بودند. حالا آن را دوباره احیا کردند تا آثار گذشته حفظ شود. ساختمانچیان را یا که دیگران که کارهای کندکاری بود در اینجا خوشین کاری بود دیگر از ولایت سوخت از جمهوری ازبکستان بینه که در یک صفت خوب است. این موضع را سالها قلعه بیکی بلجوان می نامیدند که در کنار رود سرخاب بلندی در حدود این ناحیه جای دارد. اینجا از عصر 16 تا اول عصر 20 بیکیگری بلجوان عمل میکرد. یک نوع ولایت نیمه مستقل در امارت بخارا.